istagining chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qush tinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalpizli lolali السلام علیکم بیننده ها، تماشابینان عزیزی ما. امروز ما در طرفخانه سیوینج برای تبریک کردن نظیرایتی آمدیم از نام فرزندانشان، از نام آن نفرایی که در مسافرت است، دوست می‌دارد این شخصیت را. می‌خواهیم تبریک گوییم، آن لحظه های خرسندی و فراغتی را همراه شما با هم بینیم. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، میزبانان، پدران، مادران مهربان. سال نو آمده را به هر یکی شمایان مبارکباد میگیم. من امروز در این کاشانه زیبا، در این تالار زیبا با نام سیوینج، زادروز یکی از آن مادران مهربان، یکی از زنبانوان شهر سمرقند، زادروز نظیرایتی را جشن گرفتیم. به ملال باشم اگر برای نظیرایتی یک قرصک میزنیم پیشامد تکلیف بکنیم. مرحمت نظیرایتی، به ملال باشم پیشامد تکلیف بکنیم شما را. مرحمت. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan. Assalomu alaykum. Nazirati, zodrizatun muborak. Rozi tavallud ro muborakbod meguyim. Yakta yod betkani alami ki omadagi ma? Alami bachcha omade. Albatta az nami farzandon va az nami yak insoni nazdiki dar musofirat hastand. Guftan ki sukhanhoyi mara rasone برای من مصلحتچی، برای من مصلحت دادن در راه زندگی، چقدر نیت‌های نیکشان است همه‌اش برای من رساندن. از پشت مصلحت‌های آن کس من در مسافرت گشتم و خواستم در روز زادروزشان تبریک گویم. الهی 120 ساله شوند، همیشه صحت سلامت گردند، در سر ما سایبان شوند و از نام فرزندان عزیزتان، از نام نادرکه، مومنکه، دلشاد داویدی شما را تبریک میگویم. برای ما مادر ما مهربانترین زن هستند در دنیا. برای ما بیجان ما هستی خودشان را فدا کردند تا همه دنیا بودگیش در سر ما صاحب سلامت سایبان فرشته خاندان ما شده گردند. خدا کند اگر حاجیانه شوند در آینده حج آشی‌ها کنیم و البته تاج سر طلایی ما فرزندان شده گردند. هیچ وقت خستگی را نبینند و درد و غم را نبینند. اگر از ما پرسند اگر در روی دنیا از همه زنی زیبا کیست گفته پرسند، ما با یک جواب با یک آواز میگویم که بیجان من در روی دنیا از همه زنی زیبا هستند، چرا که ما را چی زحمت کشیده به دنیا آوردند، شبها خواب نکرده در سر گوهرهای ما الله ها خواندند. اگر ما یک روز بیمار شویم اگر تا صبح سحر تا آفتاب برآمدنش در سر ما می نشستند، اینجا ته نمی کردند. برای همین هم بزرگ هستند مادر مهربان است. نظیرایتی پیغمبر خدا فرموده است همان روز که مادر را زن را می آفرد دستش به جنت را پدرکه تحفه می کند و بعد از چند لحظه ها آمده می بیند که مادر را به فرزند، فرزند را به مادر تصور کرده نمی شود. بعد همین فرزند را برای مادران تحفه می کند. مادر که در دو دست جنت را آن بهشت را که اینقدر زیبا است برای ما تعریف کردن، آن بهشت را پیش پای خودش گذاشته، ما فرزندان را به آغوش گرفتگی ذات انسان این مادر است. البته برای مادران چقدر سخنگویم کم است. امروز از نام فرزندان عزیزتان، از نام نادرکه، مومنکه، دلشاد داویدی برای شما میگویم ارزد به هر دو دنیا یک حرف نام مادر، بعدی خدا و قرآن باشد مقام مادر. گر شاهم و وزیرم، سلطان یا امیرم، دنیا به دست گیرم هستم غلام مادر. مادر مرا بیزاده است، شیری سفید داده است، آغوشی مهر کشاده است، خوش است نام مادر. صرف حیات من شد، صرف نشاط من شد،
صرف نجات من شد هر صبح و شام مادر صدها عروس دلبند صدها نکوی فرزند هم قدر حج نبود بر یک پیام مادر. نظرانتی بار دیگر امروز زادروزتان مبارک. حاضر همراهی انمون نفره که شما رو دوست می‌دارن ناز می‌بینن خواستن در روز زادروزتان برای شما سورپرایز کنن. کافته برایشان برای من خودشان یک گلی سبک هستند. همیشه دوست می‌داریم. همین سمرقند با یک گلدسته زیبا را آماده کنید برایشان تقدیم سازید که در زیر قدم‌هایشان گل‌ها شکوفان باشد. گفتن مهمانان حتی قرصک زنیم گل‌ها رو می‌سپاریم برایشان. مرحبا. مبارک باشد. زادروز مبارک. حضرت فرزندها همینجا می نادیرکه مومینکه شما را تکلیف میکنیم. البته دلشادایتی همینجا هم ماشام کلید پاسخ یک تا مادر جان تبریک میگویم در روز زادروزشان. مرحمت. السلام علیکم رحمت مهمان خوش آمدید. من امروز زادروزی بیجانم تا دنیا باشد دو سری مهمان به سوق سلامت کردم. السلام علیکم هماتون با بیجان صحبه دارید. الهیم بختی من با سوق باشد سوق سلامت رفته با سوق سلامت سرم با بید بختی نوراتون با سوق سلامت گردید. الهیم اکر صحبه دارید با دنیا باشد باشه سوق سلامت گردید. البته گلدسته رو میسپاریم برایشان. مبارک باشد. مبارک باشد. نادیرکه از این طرف قوت دل شده من دو قنات شما دو پسر دو شامپسر و دو قنات های شما هستند. یک تا مادر جانه آن که نفره که جنت در قدم مادران است تبریک میگویم. مرحمت. تبریک میگم به این صحبه دارید وقتی ماما وقتی آمادا جان تبریک میگم صحبه دارید گوید سلام بساق سلامت کرده. رحمت سلامت باشم. زادروز مبارک. روز پرسندی را مبارک باد میگیم. من مهمانان میخوان تبریک بکنیم. بعد اجازت که نزدیک آمده آنها را البته آبوش کنید در روز زادروز. یک تبریکاتون رو میشنویم. مرحمت. پیش شما نزدیکتر استان. مرحمت. سلام علیکم مهمانان عزیز. دماش میام صد بدره دیلویم سری نیوراتون و سری بچهاتون و دیلویم دنیا با چی نیت کردی باشید همه من نیتاتون و رسیده حواس میکرده که آیله شده گردیتون دیلویم. رحمت سلامت باشن. زادروز مبارک. روز پرسندی را مبارک باد میگیم. حضراتی حاضر با راهبری شما من نمیدونم که چقدر مهمانان برای تبریک شما آمدن. ببینید خیلی حقیقتا تبریک آمدگی میخواسته خریدات میرقصن خرسندی میکنن. امروز زادروزتون رو با یک درجه اعلی میگذارانیم. سرودهای شوق را میمانیم. یک بار زن بانوان مادران را تکلیف میکنیم برعکس بازی خرسندی. بعد هم از سرودهای شوق برای شما میرقصیم خرسندی میکنیم. زادروز مبارک. مرحبا.
پیش من هم خدا هم کلینم و رحمت کلینم منتور رحمت کلان شما بیا حاضر همیشه سخنهای اثبات میکنیم رقصش کردیم من از سرود شیخ برای شما تیار کردیم یک جای هممون میرقصیم امروز روز خورسندی یک درجه علاقه میگذارانیم مرحمت سرود میمانیم میرقصیم نیومدی بی تو شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا رومانتیکه به یاد تو هر شب از تو می نویسم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من محباب مشکل شبای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من محباب مشکل شبای من نیومدی بی تو شب من تاریکه با من باشی عشقم دنیا رومانتیکه به یاد تو هر شب از تو می نویسم جای تو قلبم خالی عزیزم جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من محباب خوشگل شبهای من جگر من سر من شب و بیا بسوی من دنیای من دلبر من محباب خوشگل شبهای من اومد تو دنیای من به تو عادت کردم رفتی من پیش خدا از تو شکایت کردم دستش تو دفترم بر شب تو را میخوندم تو من آن میگفتی که بها میموندم جگر من سر من شب و بیا بسوی من از تو خبر ندارم جای من چه حالم از تو
دخترتان را تکلیف میکنید. نادرکم و مینکه شما را تکلیف میکنیم. یک جای نمی شیرینی را ما بریم تناول میکنیم. بعد از آن نوبت را با فوتوسسی میتیم. آن لحظه ها را با تاریخ مهر میسازیم. مرحمت. پیشتر نزدیکتر میستیم. مرحمت. Чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. مبارک باشد. از روی یک تا دلمرادمک هم تکلیف کنیم نظم شده یا نتون با دلمرادمک یک دقیقه برنامه یا نشان بیسته دلمرادمک یا نشان با نزدیکسته برنامه یک جای میبریم تناول میکنیم. Телеграммы летят в окно, порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, будет пирог и шампанское потолок. Сколько будет земля кружить, столько будем жить. Днем рождения, успеха, радости, веселья, любых желаний исполнения и миллион ночей дней. Днем рождения, любви доброго окружения и чумового настроения и самых преданных друзей. Днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей дней. Днем рождения, любви до головокружения и чумового настроения и самых преданных друзей. С днем рождения, Бульвар! С днем рождения всех, у кого сегодня день рождения! رحمت سلامت باشد. اکنون دلمرادمک نظریاتی یک جای هم فرزندان که یک تا رسم کریم و البته دلمرادمک به جواب میدیم با از درفت نشینم و همه مهمانان که یک تا یک تا البته فوتوسسی میکنیم. مرحمت. زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نمود. من عزیزان امروز باز یک تبریکات خود را به آخر رساندیم. همراه شمایان به هم دیدیم. میگویند دل کسی را شاد کردن به زیارت کعبه الله برابر است. امروز نظریاتی را تبریک کردیم. آن لحظه های خرسندی را همراه شما بیننده ها به هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت و هر ساله با ما باشید. با شبکه شهنان ما با شماییم.